سلام، دیروز من و مامانم رفته بودیم سالن مینا کریمی که بازدید عروس داشتن و به مناسبت 600 گاهی شدنشون جشنواره عروس گذاشته بودن. جمعیت زیادی اومده بودن. اول با چای و شیرینی از هم پذیرایی کردن و مدیر سالن اومدش و یه سری توضیحات در رابطه با میکاپ کارا و روش کاراشون داد. کلی منتظر موندیم تا بالاخره عروسا اومدن. دونه دونه عروسا وارد شدن در رابطه با میکاپشون، شیانکارشون و اینکه چه سبکی از میکاپ روی صورتشون هست رو به بازدید کننده ها توضیح میدادن. عکس بیفورشون رو نشون میدادن. مردم هر سوالی که داشتن ازشون میپرسیدن. همینطور هم که می‌بینیم من و مامانم داشتیم میرفتیم اینور اونور، دونه دونه عروسا رو نگاه میکردیم، ازشون در رابطه با میکاپ کارشون میپرسیدیم، اینکه چه شخصی میکاپشون کرده، شینه‌شون کرده، در رابطه با قیمت ها. منم که اونجا همینجوری میگشتم، عروسا رو دونه دونه داشتم نگاه میکردم با دقت تا ببینم کدومو میتونم انتخاب کنم. در آخر میکاپ کارم رو انتخاب کردم و قراردادم رو بستم.